به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام همدیاران عزیز و زبان آموزان ارجمند. درسی 14 است از سلسله درس های انگلیسی برای نوآموزان و رسیدیم در حرف M. الفبای زبان انگلیسی حرف M. map 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 خریطه. milk 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 شیر. mouse 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 مشوره. mouse 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 موش. هر دو یک کلمه است، لیکن اینش باشد تجهیزات اساسی در کامپیوترهای حاضر زمان و اینش باشد حیوان. خب این بود درسی 14. تا درسی نوبتی، خدا نگهدار.